نماز جعفر بخوندن بعد از نماز به ترتیب زاد المعاد دعای زاد المعاد را بخونید. اگر بعد از نماز جعفر به سجده بره و در سجده این حادث قدس را بخواهد یه مقداری هم چشمش را پلکش را تر بکند انشاءالله تعالی دیگه جهاتی برای سرعت اجابت درش هست. آقا جان از حضرت عالی نقل شده که مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی یه سالی قمه زدن رو مثل واجب کرده بودن، حضرت عالی هم تبعیت کردید ولیکن گفتن که لباسی هم داشت برای قمه زدنتون که گفتید که اینم تو کفن من بذارن و اینها. این صحت داره از طرف حضرت عالی؟ نه اینجوری نه، ایشون هم برنگشته بود از رأی خودش، متحاش دیگه تعقیب نکرد و مانع نشد و فلان نشد، یه مطلب دیگریه از حضرت عالی نقل کردن. بله. و اما اینی که فلان شد که بعد اینکه ایشون قدغن کرده بود و ترک کرده بودن شروع کردن مردم به عملیه. نه برای خاطر اینکه او گفته شروع بکنید، برای خاطر اینکه او دیگه تقریبا عاجز بود. مثل آخوند ملا قربان علی بهش گفته بودن که این مشعلی که برای عزاداری سید الشهدا روشن میکنن اصابه میکند به این و اون، قدغن بکنیم مشعل را با کار امام حسین نمیشه مداخله کرد، خودشون حفظ بکنن دور برن از مشعل. بنده فقط همین یه چیزی یادم میاد که اینا وقتی شروع کردن به قمدن بندن نزدیک بود بیام به ایران، قطراتی از خون به عمامه من چسبیده بود و اینا باران که نبود فلان احتیاطی نداشت، قطرات بود. این همطور بود تا ایران با منم بود. وصیت کردین که آب کفن شما باشه این؟ نه چون منصوب کردم از دارین همطور میزدن این من اونور گفتم که اجازه بفرمایید باشید درد میکنید بفرمایید کنار بذارم میرم مشهد میری؟ مشهد میرم مکه میری؟ مشهد میرم بدل نشد شاید افضل از حد باشه. سلام علیکم. نماز و ادنا شروع توحید هم داره؟ بهتره. سلام وفقكم الله ان شاء الله. سلام علیکم. اصبحت فی اعمال الله امسیت فی جواب الله. تکرار بکنید. اینو آوردن اینجا بذارن، یعنی بخاری بوده تو بوده گذاشتن اینجا برای اینکه سردشون بشه مردم. یه دعا بفرمایید آقا. سلام علیکم. سلام یه تو راه رفتن نه اونجا نشستن نه اذیت علیکم. سلام علیکم.